سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیز و مهربان، این لحظه بنده میخواهم یک صحبت بهترین به سمع شما برسانم و در دوام صحبت از بنده خطاگی سر بزند. از همه شما معذرت و از الله طلب مغفرت دارم. هر انسان مسلمان وقتی که لا اله الا الله میگه، توحید خدا را باوری داره، با بر همین ضد توحید یک عملی هست که او را الله اگر خواهد فردای قیامت میبخشد، نخواهد به عذاب گرفتار میکند. این شرک است. میخواهم یک حدیث کوتاه را از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در بیان همین شرک بیان کنم. امروز اکثریت مسلمان با این وبا، با این کسل شرک بسیار آمیخته هستند. در صحیح سته از پیامبر خدا علیه السلام بیان می شود، زن نزد پیامبر حاضر شد، گفت یا رسول الله، این چشم من درمند است، وقتی که مهره چشمی را میگذارم چشم من ساز می شود. در حالی که ای رسول الله، شما ما را نهی میکنه که این مهره چشمی را نگذاره. وقتی که من این مهره چشمی را میگذارم چشم من ساز میشود. وقتی که من این مهره چشمی را که میگیرم باز چشم من پریدن میگیره، درمند میشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم به سوی اون زن گفت بله تو راست میگویی. گفت چگونه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت وقتی که اون چشمت در میکنه، گفت اون شیطان است که بالای چشمت حاضر میشود و انگشت خود را در چشمت میگذاره تا که چشمت پریدن میگیره. به خاطر وقتی تو مهره چشمی را که میگذاری، شیطان از تو خوشنود میشه و از دور تو را نظر میکنه، به خاطر که تو درد همون بیماری را از الله نمیبینی و از همون مهره چشمی میبینی. وقتی که اون مهره چشمی را تو میگیری دور میاندازی، درد بلا را که از الله که میبینی، باز شیطان به نزد تو حاضر میشوه و انگشت خود را دوباره در چشم تو میگذاره. به همین خاطر برادران عزیز و خواهران عزیز و مهربان، همچو یک برادر غمخوار به سمع شما میرسانم، همه درد و بلا، همه بیماری و خرسندی و خوبی را همش از جانب پروردگاره. یک نظر به قرآن عظیم شان کنه که بهترین زندگی مسلمان بیان میکنه. الله متعال چی بیان میکنه؟ استعیذ بالله، ما اصاب من مصیبت الا باذن الله. با فرزند آدم هیچی نمیرسه، هیچی نمیرسه آسیب، مگر میرسه همش به اذن پروردگاره. هر چیزی که برای فرزند آدم به بالای سر فرزند آدم میآید، به اذن پروردگار میآید. به همین خاطر برادران عزیز، همه درد بیماری را از الله بینه. این از جاهلیت عرب است، این از غیر دین ها است. امروزه در گهواره کودک میبینی مهره چشمی، در پیش چشمی در بالای سر دخترها میبینی. بسیار آدم ها مشخور دیگر چیزا در نعل ها در پیش دروازه میگذارن. همه اینها برادران عزیز در شرک میدرویند. در اسلام اینها را تمانیه میگن برادران عزیز. به همین خاطر کوشش کنه که هر چیز بر ضد خود چیزی داره. مقصد توحید به ضد توحید چیه؟ این عملهای شرک است. این به حد خطرناک است. امروزه چرا دعای من قبول نمیشه؟ چون خیر احسان میکنیم قبول نمیشه، روزاهای ما قبول نمیشه، به خاطر که در برابر همه عملهای نیک ما عملهای شرک انجام میدیم. به همین خاطر اسلام حقیقی بخواهیم ای برادر عزیز یک نظر کنیم که اسلام چی میگه. امروز ما الحمدلله جاغ میزنیم، مسلمان هستیم، نه که عملهایی که در زندگی ما از این شرکا به حد زیاد هستند. وقتی یک برادر یک خواهر به ما بگه ما ناراحت میشیم، قبول نمیکنیم. برادر عزیز، اگر همه عملهای نیک هم داشته باشی، وقتی در زندگی شرک انجام که بتی، همه اون عملها بیکار مینه. به نزد الله خدای نکنه که دست خالی بریم شرمنده شیم. الله متعال همه ما و شما را هدایت کنه که به این عملها دست نزنیم.